کمک نوبتی به شهردوستانی ازبکستان به تاجیکستان. با سفارش پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به دوشنبه کمک نوبتی به شهردوستان فرستاده شد. کمک وزنش 24 تن این دفعه از مواد طبی اساساً آنتی بیوتیکا عبارت است. کمک از حکومت ازبکستان به دوشنبه رسیده به اختیار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی پایتخت سپرده شد. خبر داد به از پلوس یک منبع از دستگاه رئیس شهر دوشنبه. با گفته منبع رئیس پایتخت رستم امامعلی به ساختارهای مربوطه شهر دستور داده است که استفاده مواد طبی دسترس شده موافق تعیینات و بی‌پول برای معالجه سرایت یافتگان از کرونا ویروس قطعاً نظارت شود. ضمناً ذکر شد که همه مواد طبی به صفت کمک فرستاده شده در کارخانه مشترک ازبکستان و بریتانیای کبیر، کارخانه مشترک جمعیت داروی مسئولیتش محدود سمرقند انگلند اکو مدیکال استحصال شده است. یادداشت می‌کنیم که 9 اپریل ازبکستان به تاجیکستان 18 واگن با مواد طبی و محصولات غذایی فرستاد. با دستور پرزیدنت همسایه کشور روز 8 می گروهی عبارت از 8 نفر طبیبان ویروس شناس ازبکستان به تاجیکستان آمده. اینچنین با همین هواپیما 10 تن تجهیزات طبی از جمله 10 دستگاه نفس‌دهی صنعی فرستاده شد. روز 9 می از ازبکستان به تاجیکستان 144 کانتینر طبی برای درمانگاه سیاری موقت فرستاده شد که در قلمرو ورزشگاه بافنده در شهر دوشنبه ساخته شد.